Welcome to the General Secondary Education School number 3. The pupils are happy to see and we have prepared an event dedicated to civil defense for you. Welcome. سخن را برای آغاز کردن چاره‌بینی روز مدافع گردنی جمهوری تاجیکستان در برای همه تشریف آوردن مهمانان گرامی قدر که امروز در مؤسسه ما مهمانند خوش آمدید میگوییم. درفش ننگ و نام ما زنیاگان نشانه پرچم جسم و جان ما. برابر شو نظام پرچم بردار پرچم و بالا و تایل راست گرد تحت موسیقی مرد اخبار با خدمه نظامی با پیش مشق توجه و پرچم
تعلیمی، گروه غیر نظامی، استادان برای گزارش چهاربینی مدافع گردنی سرور هستند. سردار ستون میرآمدov. سلام. بزرگ استادان و مهمانان عالی قدر، من همه شما را به این درگاه علم و معرفت خوش آمدید میگویم. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی جمهوری تاجیکستان مطابق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ایولی سال 1999 در زمینه کمیته اید به حالتهای فوق‌العاده و کارهای مدافعی شهروندی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است. جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. آموزگاران ما اشتراک نمودند: میر احمد و تنشا و دوست محمد علی جان. ارتش ملی در ناحیه وخش جمع‌آمدی تنتنوی برگزار گردید که آموزگاری تربیت جسمانی دفاع حربی میر احمد و تنشا با شاگردانش اشتراک نمودند. اینچنین در آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است اشتراک دارند خوانندگان مؤسسه رقم 3 ناحیه وخش رحمان و بیبی مریم، خواننده صنف 6 ب روزیمت و اینچنین 3 نفر خواننده مؤسسه گیرنده استیپندیای پرزیدنت قوت و شاه صنم، خواننده صنف 10 ریاضی. یک قطار خوانندگان مؤسسه ما در المپیادهای ناحیه‌ای و ولایتی اشتراک نموده سزاوار جایزه‌های سخن بر سردار بخش ریاست حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی ولایت ختلون در ناحیه وخش پدپلکونیک نمازاده احمد داده می شود. حالتهای فوق‌العاده در سال 2023 و همچنین قرار رئیس ناحیه وخش تحت رقم 549 از 26 دی دارد که دانش و سطح کسبی هیئت راهبری کننده نیروهای غیرعربی مدافع گردنی تکمیل ملکه مستقلانه عمل نمودن در همه گونه وضعیت‌ها در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 روز مدافع گردنی نمونوی با جلب معلمان آمادگی دفاع حربی مؤسسه تعلیمی ناحیه گذرانده شده است. به همگان معلوم است که موسم آبازی یعنی حرارت هوا گرم میشود، موسم آبازی سرد میشود. در حدود جمهوری تاجیکستان همه ساله زیاده از 50-60 نفر جوانان در وقت آبازی جان خود را از دست میدهند. برای همون از شما احترامانه خواهش میکنم که در وقت آبازی به همه گونه قاعده‌های شناوری باید رعایت کردن نکنه. موضوع را البته گذارید با طلب تو هستی او همه جهان حبیبی ماست زینه جمهوری تاجیکستان به همه ما مبارک باشد. مهمانان گرامی، آموزگاران، همسبقان عزیز، همه شما را من همچون نسل نورش دوران استقلال و روزی مدافع گردنی که در مکتب ما برگزار گردیده شده است مبارکباد میگویم. به شما تنصیحاتی و در کارتان سربلندی آرزومندیم. تاجیکستان امید و افتخارم تاجیکستان در تاجیکستان کرینه ادبی صنف 6 آغاز می‌گردد. معلمه فنیمان باباشه و بزرگور میباشد. رهبر صنفمان رحمه و محبت میباشد. روزاداری داستان ما نشان و ما دل از شما سپر داریم. ما کلاهی سربلندی را به سر داریم. در سرودی خویش آهنگی ظفر داریم. پیشوای و قهرمانو را برداریم. لشکری ناموس داریم ما سلاحی نه ساختن از سر. صلح را ماهی سازیم از برای جنگ. ما
وطن داد خواهی توی ای وطن دشمنان ای وطن بشود ما سپاهی توی ای وطن داد خواهی توی ای وطن خاکی تو گوری آن روزن می شود هر جا منزلی چوکن می شود وطن میدانی پرواز است وطن با ماست ما با آن وطن انجام و آواز است وطن پشت و پناهی ما وطن اندر نگاهی ما و خاکش سجده می آریم بود آن سجدگاهی ما وطن سرچشمه شادی نشان و رمز آزادی بود بخشنده الهام برایم سهم ایجادی وطن مهدو جهانی من بهاری به خزانی من وطن را می پرستم من از آن کامل ایمانها و آفتهای طبیعی به عمل آمده و تلفات جانی به صحتی آدمان و قلمرو جمهوری ضرر آورده رسانیده است یا می رساند. حالتی فوق‌العاده وضعیت است که در حدود معین در نتیجه به عمل آمدن فلاکت‌ها و صدمات می رساند. حالتهای فوق‌العاده چند نمود میشه؟ حالتهای فوق‌العاده دو نمود میشوند. حالتهای فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی، حالتهای فوق‌العاده دارای خصوصیت تکنوگنی. حالتهای فوق‌العاده دو نمود میشوند. حالتهای فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی، حالتهای فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی. آفرین. سوال 3 میگذاریم. دارای خصوصیت طبیعی رو نامبر کنید. بیا که امین جون کدام این مرحمت قبیله جون 3 آفرین با کدام حالت ها بانی‌های پیدرکار آفرین بیا با کدام است نویسته شدیم آفرین. حالتهای فوق‌العاده خصوصیت تکنوگنی را نامبر می‌کنید. زیاد شدن قوای باد، صدمه نقلیاتی هوایی، مرحمت. آفرین. صدمه نقلیات اتومبیلی، صدمه نقلیات لولگی، آفرین. صدمه‌ها در ساختمان، صدمه نقلیات زیرآبی، زیر دیگر بیان بشیم. کشتی زیرآبی. آفرین. صدمه کشتی‌های زیر آبی. آفرین. واسطه‌های حزبی انفرادی را نامبر کنید. های زیدیگازی، بندینه‌های داکگی، مرحمت. اسپراتورها، بندینه‌های داکگی، سوال دیگر میگذاریم. سوال 6. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی جمهوری تاجیکستان که تأسیس شده است. حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی جمهوری تاجیکستان با قرار شورای وزیران جمهوری تاجیکستان 17 آگوست سال 1994 تأسیس داده شد. آفرین. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی جمهوری تاجیکستان با قرار شورای وزیران جمهوری تاجیکستان 17 آگوست سال 1994 تأسیس داده شد. سازمان مدافع گردنی جمهوری تاجیکستان جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باشد. آفرین. نمرود. سردار مدافع گردنی جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باشد. آفرین. سوال دیگر میگذاریم. سردار مدافع گردنی ناحیه بخش کی میباشد؟ سردار مدافع گردنی ناحیه بخش رئیس ناحیه بخش محترم یوسف قربانعلی میباشد. سردار مدافع گردنی ناحیه بخش رئیس ناحیه بخش محترم یوسف قربانعلی. آفرین. شنیدون. سوال دیگر میگذاریم. اواکواسیون چیست؟ اواکواسیون این متشکلانه کوچانیدن اهالی از منطقه‌های خفنان به منطقه‌های بی‌خوف. آفرین. اواکواسیون این معنای که متشکلانه از یک گذراندن جا به جای دیگر گذراندن اهالی به جای بی‌خوف. آفرین. اواکواسیون چند نمود میشه؟ اواکواسیون دو نمود بوده با طریق پیاده و با طریق نقلیات گذرانیده می شود. اواکواسیون دو نمود بوده با طریق پیاده و با وسیله نقلیات گذرانیده می شود. آفرین. هنگام زمین جنبی ما باید چیکار کنیم؟ نفسیات را گم نکردن. آفرین. از تهی چوب‌های برقی و درختان دور ایستادن. در تهی ریزها پنهان شدن. برای شوخاطی نفسیات خود را از دست ندادن. در جواب را احتیاطکارانه
آفرین. باز چیکار کنی؟ از رو آروم کردن. از لیفت استفاده نبرید. آفرین. از خبرهای گردون استفاده. از رزه‌ها نپرید. اگر در ماشین باشید. اگر ماشین رو به جای بخف بوده خود را از ماشین پیاده گردونید. سرها پس کنم. روزانها بالای سر باید خود و بالد. خود را خون نکردن. آهیسته بچه ها. آهیسته. آفرین. زیر میز ها میشیدیم. دقت بچه ها. آفرین. خوش آرام ایستین. آفرین. انکبانگ خطر به آخرین رسید بچه ها. آهیسته ناپرسیدن. هوشیار آمد. آهیسته نشستیم. چکار میکنیم؟ نفسی چکور میکشیم. خود را آرام میکنیم. آفرین. در جایهای سیرگذر کنید. در نزد سر بازی نکنید. و تماشای سر نروید. آفرین. پچ کن. از مار و حیوانات ضرررسان را احتیاط باشید. آفرین. پچ کن. در نزد سر بازی نکنید. آبی بلندی از 15 سانتیمتر میتواند آدم را از پای افکند. آبی بلندی از 75 سانتیمتر میتواند ماشین سبک را شسته برد. آفرین. وقتی که ما از سیل با کدام سبب و خانه‌های خود را ترک میکنیم؟ از سیل یعنی خانه‌های ما ویران میشوند و ما باید از خانه‌هایمان دور رویم و از خانه‌هایمان بپیچیم. آفرین. بعد سیل شسته خانه‌های خود را ترک کنیم و دیگر به آنها ندرویم. پیش از آن که ما ترک کنیم ما چه نقشه داشته باشیم؟ یعنی داروباری، پوتی‌های داروباری و سرنیم لیتر را آب گرفته، پوتی‌های خوراکواری. حجت‌های لازم مای خانه را به خود گیریم. از امروزه ما یعنی چکار کردن بود؟ خود را محافظت مالکیت دولتی و جمعیتی. آفرین. خود را چکار کردن؟ زیرکی و دانایی کردن و خود را گم نکردن. آفرین. با چکار کردن؟ نترسیدن. خود را از دست ندادن. آفرین. آفرین. جنگش بدینه را پیشگیری کردن. آفرین. یعنی از همه خبر بچه این رسم‌های چی هستن؟ این باران سیل ها؟ یک نمودی حالت فوق‌العاده. شما اینجا رسم درباره زمین‌لرزه شده است که به حالت‌های فوق‌العاده بداره همه درختان و خانه‌ها را چاپه کرده شدند. رحمت. شما این ولکان میباشد. این به حالتهای طبیعی که به آدمان ضرر میرساند. این رسم از سوختار است و آفتهای و حادثه‌های طبیعی داخل میشود. رحمت. باشد و این سیل خانه‌ها را ویران کرده آدمان را زیر آب گذاشته و درختان را پیش کنند و این آفتی طبیعی میباشد. این رسم سوختار باشد که این آتش را خاموش کرده شده است و این به حالتی تکنولوژی داخل می شود. رحمت. تشکر زیاد.
بینم. خوانندگان عزیز به خاموشی رعایت نمایید. آزاد با صفی حضور ندارن رو برسیم به صاحب آزاد با صفی اطاعت رفیق سردار سوتاس خوانندگان صنف چهاریوه از روی ژورنالیست صنفی 24 نفر اشتراک دارد 22 نفر آزاد با صفی اطاعت آزاد رفیق سردار سیتور خوانندگان صنف نهیبه از روی ژورنال صنفی 25 نفر در صف اشتراک دارند 24 نفر یک نفر در صف اشتراک ندارد گزارش داد دوستان فعالیت‌ها آزاد با صفی اطاعت گروه خیمیوی، گروه ترتیبات جمعیتی، گروه پناهگاه، گروه علاقه، گروه یاری اولین طبی. چی گوش کنه بچه گروه خلیزانی برابر شد بیزو سردار گروه سه قدم اپی مارش وظیفه آمده باشه است که رفته جای حادثه را از نظر گذرانده معین نماید که این حادثه تصادف بود یا اینکه سوء قصد. رفیق سردار شد گروه هیچ ترتیبات برای گذراندن چهارمین روز مدافع گردنی صف آرستان سردار گروه حاضر شد جبردیدگان را از زیر ویرانه ها برآورده به جای بیخوف برند. رفیق سردار استاد ما گروه نجادهی برای گذراندن چهارمین مدافع گردنی صف آرستیم سردار گروه جبار آزاد با صفی اطاعت که رفته جای حادثه را از نظر گذرانده آنجا را از ماده های ضرررسان به ضرر نماید. رفیق سردار استاد گروه خیمیایی برای گذراندن مدافع گردنی صف آرستان سردار گروه سعیدعلی آزاد با صفی اطاعت گروه آزاد وظیفه گروه پناهگاه از آن عبارت است که از نظر گذراندن جای واقعه و اخبارات دادن به سردار ستاد است. روز چهارمین مدافع گردنی صف آرستان سردار گروه جلال آزاد با صفی اطاعت گروه آزاد
یا مهنت افتی بهتزیق شده ادگونه یا مهنه گود ده هفته نبودم سنتای رفته بودم هم قجای خوشرو که این قدر شما میگن دیلم در میکنه یا بربرین ای حالی میرم رفتی ساز شدی؟ ای نابودی هم امادی نکود توی بچه همسایه را گذراندیم هم تخشروی گذشت که به قانون و قایدهش خوب شد که قانون درباره رسم و آیین تنظیم توی معرکه ها جشن ها و غیره برآمد که به خلق سبوکی آورد. در هر یک معرکه توی جشن ها بزم ها به قرض میگذرد. دگونه کلینی ما شیر مانده بود ما یا بربرم بینم آی بیشی گپا ما بود کنیم بعد میرای ادگونه میدانی بچه همسایه به خواهش خود به خدمت میرود. بله دگونه جان هر یک جوان پسر بعد ختم مکتب میانه دانشگاه عالی کالج ها ختم کرده بعد به صف قواهای مسلح روانه می شود با خواهش خودشان خدمت وطن مادر را ادا میکند. خدمت به وطن هم قرض است و هم فرض. آنها در آنجا مکتب مردانگی حس ملی وطنداری وطن دوستی و وطن پرستی یاد گرفته مرز و بوم وطن خویش را محافظت میکند. وطن خود را دوست دارد قدر کند و حفظ نماید. گانه جان درباره وطن یکم شعر میدانی؟ بله میدونم. خاکی وطن از تخت سلیمان خوشتر خاری وطن از لاله و ریحان خوشتر یوسف که به مصر پادشاهی میکرد صد کاش گدا بودی به کنعان خوشتر. خیلی شعری زیبا بوده است. در نزد فرزند باید هر یک پدر و مادر وظیفه خود را اجرا کنند که فرزندشان خوب خوانند و به دانشگاه ها کالج ها آموزشگاه های کسبی هنر اختصاصمندی خوب شوند. ادگانو همه گفتون عکس مانه همسایه رو برام ایکود او روز توی داشت کلین آورد دیده قطعی هم دگانو هم کچرگی ها جمع شدیم خونش عروس بینی رفتیم عروس جمع میبینی هم خیلی خطری خوش رفته ات خشروگی را چکا میکنی هم دوزانده هم پزانده بکوی ایاتون برامد با خوندگی ده